رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه و نحن منهم ان شاء الله. هموطنان عزیز، روزه‌داران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السمیع العلیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظیم. ابتدا فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، ماه مغفرت و رهایی از آتش دوزخ را برای تمام مسلمانان، مخصوصاً هموطنان عزیزم، تبریک و مبارکباد عرض میکنم. در اصل این ماه مبارک است و تمام معنایش. ماه پرفیض، ماه پربرکت است. در این ماه درهای آسمان ها باز شده، تمام فیض و برکات بالای زمینیان سرازیر می شود. درهای جنت ها باز و درهای دوزخ ها بسته می شود. شیطان ها در بند نگاه داشته می شوند. تمام حرکات از کار و بار مؤمن های روزه‌دار، چی خواب و خور و صحبت و تسبیح ها، حتی خنده و شوخی های مؤدبانه، عبادت و در نامه اعمال روزه‌داران به مراتب ثواب نوشته می شوند. الله پاک این ماه مبارک را از تمام مؤمنان اخلاصمند و روزه‌دارش قبول کند. روزه پیش از بعثت حق، پیش از آن که پیغمبر ما فرستاده شود وجود داشت. استعوذ بالله. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آوردید، روزه ماه رمضان بر شما فرض شده، همان گونه که بر امتان پیش از شما نیز فرض گردانیده است، شاید که تقوا و پرهیزگار شوید. رمضان راه و وسیله است برای تربیه انسان. واقعا استقبال مسلمانان از این ماه، حالا این استقبال به هر شکل باشد، آمادگی دیدنی مادی، خریداری مواد غذایی، نسک و نخود و خرما و آرد و روغن و گوشت و دیگر برای سحری خوری علاهیده و برای افطار علاهیده. تیاری و آمادگی معنوی، دور شدن از گفتار و کردار و عادتهای زشت، نسیوار و سیگار، دروغ و بدبینی و غیبت و دشمنی و تهمت، و در عوض با شور و هیجان حاضر شدن در نمازها، تراویح در مساجد، خانه های خدا با جماعت. این مسلک، این راه، علاوه بر آن که گواهی بر حق می دهد که شیطان ها در بند نگاه داشته شده اند، یک منهج درستی تربیت برای اخلاق عالی و آداب انسانی می باشد. پیغمبر رحمت صلی الله علیه و سلم می فرماید: اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یجهل فإن امرئ شاتمه فلیقل اینی صائم اینی صائم. هر وقت یکی از شما روزه‌دار باشد، پس حتما زشت و قبحگویی نکند و روزه‌داری خود را از یاد نبرد. پس اگر
کدام او را دشنام داد در حالی که جنجال را برپای کردنی است، پس برای او بگوید همانا من روزه دارم، البته من روزه دارم. مؤمنان خداجو، همه اینها بهانه های می باشند تا انسان بر نفس خود توجه پیدا کند، نفس خود را تزکیه بدهد و از گناه و کردارهای بد دور باشد. ببینیم الله پاک میگوید قرآنی که در این ماه نازل شده، روزه این ماه و طاعتی در آن برای آن است که شما هدایت یابید، حق را از باطل فرق کنید، پرهیزگار خدا ترس شوید و بزرگی پروردگار را درک و شکرگزار شوید. در نهایت پروردگار با صراحت میگوید که او برای شما خواستار آسانی است، نه سختی. پس آسانی کدام است؟ اگر شما در سفرید، اگر بیمارید، اگر باردارید و یا طفل شیرخواره دارد، روزه را در وقت دیگر بدارید. و شما آسانی را میخواهد که شما از تمام خصلت‌های پستی حیوانی دور، از انسانی دور شوید، مصدر کارهای نیک انسانی شوید. اما متاسفانه و شاید در جاهای خودش به این مسئله بپردازیم، ما با آمد این ماه دست به اختلاف میزنیم. اولش هم ماهتاب در این روز دیده شد، باید فردا روزه شود. حساب شمسی میگوید پس فردا روزه است و دیگر و هاکذا. ولی ما باید بدانیم که پروردگار به ما آسانی کرده است، نه دشواری. این دشواری ها تنها چیزهایی هستند که خود ما آنها را آوردیم، نه خدا و نه دینش. مؤمنان امید به ثواب و پاداش پروردگار خود. این ماه مهمانی خداوند یکتا است. صاحب دسترخوان و سفره با نعمت الله مهربان است. میزبان سخاوتمند و صاحب انعام‌های بزرگ یگانه خدای آفریدگار عالمیان است. در سفره این میزبان پرفیض همه نعمت‌ها وجود دارد. نعمت رحمت، نعمت مغفرت و بخشش و نعمت رهایی از آتش دوزخ. در حضور این سفره یک لحظه است که یک مؤمن روزدار اگر با رعایت مهمانی آن را به دست آورد، میتواند ثواب پاداشی بیش از 80 ساله را به دست بیارد. آن لحظه شب قدر است و هر کی آن را دریابد برابر 1000 ماه، یعنی یک عمل یک عمر آدمی، اجر و پاداش را دریافته است. دعا میکنیم الله پاک این لحظه پر ارزش شب قدر را هم برای همه ما و شما نصیب و روزی ببیند. مؤمنان خدا ترس و امید به ثواب پروردگار خود، آگاه باشیم بر شما ماه بزرگ سایه افکنده است که پر از برکات. در آن شب است که بهتر از 1000 ماه است. خدا روزه داشتن را در این ماه فرض و به طاعت و عبادت گذراندن شبهایش را اختیاری، نفل یعنی که مستحب قرار داده است. هر کسی در این ماه به یک کاری پسندیده
به پروردگار خود نزدیکی جوید مانند آن است که فرائض را در غیر این ماه انجام داده است. و شخص در این ماه یک امر فرض را انجام بدهد مثل آن است که 70 فریضه را در غیر این ماه انجام داده است. این ماه صبر و طاقت و بردباری است و پاداش آن جنت است. این ماهی برابری است، ماه است که روزی بندگان خدا در آن افزوده می شود. کسی روزدار را در این ماه افطار بدهد گناهش آمرزیده می شود، از آتش دوزخ رها می یابد و مانند شخصی روزدار برای او اجر و پاداش داده می شود، به آن که از ثواب شخصی روزدار که به مال این کس، به طعام این کس افطار کرده است کم کرده شود. اول این ماه رحمت است، میانه اش مغفرت و نهایت این ماه رهایی از آتش دوزخ می باشد. پس بشتابیم برای به دست آوردن این نعمت ها، این انعام ها. انشاءالله در طول این ماه ما یک جایه هستیم و از فیض آن استفاده خواهیم برد. ما با شما در این ماه از فضل و برکات و امتیازات این ماه و امتیازات روزداران گفتگو خواهیم کرد. ماه عمل و کرامت و خویشتنسازی و جمع آوری اجر و پاداش مبارک باشد. مؤمنانی اخلاصمندی به خدا، هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.